وجه حل کسته چون دیگه جنی نمیدرستی شفا کامرا پیغام برنده پل بازی کنین وجه حل کسته نی شما براتانی کجا مدرسه بودم امیر ارسلان یا به دست شمس وزیر دارم مثلا چه جواهران کله سنگباران هرچی به نظر شر و توپه یدکگه به قدر 1000 دانه قیمتی به شمس وزیر داد. شمس وزیر سوار بید گو چند نفر چه غلامان روانه شهر پتریسیا پرنگ بید. مدت 3 شب و 3 روز رفتن. روز سوم که روز به غروب رستگه که شمس وزیر به اردو رسید. دو اردو در مقابل هم یکا دیگه دیدی که دول بازگشت جتا دو سپاه دیم به آرامگاه ها و تیگه روگن. درست نگاهی که چارتی دیدی اردو چه بارگاه پتر شاه و شاه هستین. تمام اهل اردو سیاه پوشن و گرد و غبار گم اردو که آن سیاه پوشن و گرد و خاک گم آنی اردو فرا گرفته چه گم و چیه نه ناراحتی ها چی آنی اردو کلن گمناکه. شمس وزیر باز اوشی افسوزی وارد صبری کد در تمام قرار گرفتن پاسی چه شپا گوست و وارد اردو بید. نزدیک بارگاه چه اسبا پیاده بید. جواهران چه ارجینا و تی دنه یارتم و کعوه سینی طلای چتنتی کعوه سینی به دستی گفت به طرف بارگاه روان بید. چون پشت پرده رسید اوشتاد یکی چه غلامان گوشتی برو در بارگاه به پادشاه عرض کن. شمس وزیر چه درا پشت پرده اوشتاده هستین اجازه ورود لوٹی اجازه هستین داخل بیوی یا نه. غلام داخل بارگاه بید. پادشاه و امیران در کمال افسردگی نشته بیتگه و خبر کنه غلام در برابر تعظیم کد. پادشاه جست کو چه مطلبی ترها عرض کو قربان به من شمس وزیر دن بارگاه اوشتاده و عرض کنه اجازه هستین با پای مبارکتی شریک ببون یعنی مشرف ببون. پادشاه بعد چه 4 سال نام شمس وزیر که اشکت تعجب کد حیران بید پریشان بید تعجب حیران بید و گوشتی چیه باشه شمس وزیر کجا بیده شاید تو گنوک بیده. غلام عرض کد تی جان قسم جیگتی من دشمنه که پشت پرده اوشتاده هسته. پادشاه گوشت داخل بگوش. غلام در رفت گوشتی داخل به بسم الله که داخل بید. وزیر داخل بارگاه که بید در برابر سجده کد عرضی کد شها بر آستانت هر سحرگاه به سجده آفتاب از خاور آید. به عزم خاکبوس آستانت اگر دارا اگر اسکندر آید. اگر نوشیروان خسرو هند وگر سلطان ماضی سنجر آید. که تا خدام را نبود اجازت کرا قدر بود کس در آید. گریبی مستمندی از ره دور همین شخصی که بر در می سراید. زره بر آستان آمد بفرما کزین در باز گردد یا در آید. عمر و دولت
دولت تیگا الله تعالی الله ذوالجلال باز بکن چند پادشاه و امیرانی بعد چه 4 ساله به دیما شمس وزیر کبد پادشاه به اختیار چه جاگه پا داد وتی بغلی پچ کو شمس وزیری من بغلا کشید و دیمی چوکه و وتی کرا دسته گا نندین تی شمس وزیر پادشاه اوشی چوکتان و سینی کوا که برابر کاوه سینی برابر آیگا ایر کت ارزی کت گوشتی ارزی کت قربان اومد چم شمس وزیر کور بیتگا قربان چم شمس وزیر کور بی که تو ترا گمناک مگندو سبب ای جنگ و لشکرکشی چیه پادشاه چه چمان چه ار سرازیر بیتن شهر حال وتی گوشتی بعد چه آی جوسی کو وزیر تو در این مدت کجا بیتگه کمر وزیر کجا بیته تا رفته فرخلکا زنده بیاره چطور بیته شمس وزیر عرض کو قربانت ببون بنده هر عرضی که در خاک پا مبارک تی کتگون از اول صدق بیتگون به نان و نمک تیگه خیانتو نکته اگر روچی اول به خبر منیگا رفتار کتین این تمام بلا پتی سرا نیت کرد هنی هم ملکه آپاک پاروک لکا زنده و سی و سالم آورده ولیکن شرط دارو باز هم اگر نصیحت منیگا گوش مکنه جنکا وتی چه دستا ده و دستی برد نامه امیر سلان و ملکه دنه آرتن به دست پترشای دادن تو همه که چم پترشای به خط مهر پاروک لکا کب یه ناره جتی چه خوشا رفت شمس وزیر و امیران به هوشا آورد پادد هر دوی نامه وانتن و چه مضمون آنی مطلع بید گوشت چی وزیر درست تفصیل بگش امیر ارسلان رومی کجا بید پارکلکا پرچیا دیوا برد شمس وزیر چه اولا حکایت آشکی امیر ارسلان آیک به پرنگا شاگردی مکاوخانه به نام الیاس پرنگی کشک امیر هوشنگ و پریب کمر وزیر ورگ ملکه برگ و چطور گرفتار بیگ ملکه به دست پولازر دیو و روگ وتی به شهر لال و گندگ امیر ارسلان و زخمی بیگ وتی تمام تعریفی چطور بیته امیر ارسلان چطور به جنگ پولازر دیو توسط ملک اقبال شاه کشک پولازره و مات و کمر وزیر و روگ بس قلعه سنگباران پروشک تلسم پازار نجات ملکه و کشک شیرگویای به وسیله امیر ارسلان تمام به تفصیل کسی در اول دا آخر بیان کد و تعریف کد من برنده کسی پده چه اول دا آخر شما واسه بیان کنم و 50 رنده نبی کسی پده منو بجانه همه کسی این که من گوشته شما اشکتا درستم حق چه سر پترشاوشی به در رفت گوشتی الحق این تمام هنر و شجاعت کار رستم دستان سام نریمان هم نه پس شمس وزیر نوشته پترشاه چه بگل در کو و عرضی کد قربان ببون این خط مور تا وقت شرط کتا اگر پاروکلکای زنده و سلامت بگنده با امیر ارسلانی بده عجلتن جنک تی به دست امیر ارسلان هسته اگر بلوٹه جنی کی مده بزور هم بیته چه آیا گوسته که چه پادشاهان پریزاد و اپریت و جادوگر بالاتر که تو نه که به نام امیر ارسلان مرنته بشکنه زهره ترکی و در ملک وتی
بدن آهنی آب بی ای تمام پروتنی ای هم به شمایی کتد که به خاطر وجود ملکه هستیم و الا دست به زحما که ببارتن در 1 ساعت ای شهر را تیگه زیر و زبر کنده. حالا که به و تار به سر صلح و آشتی هستینی شر شما هم در کمال رضاعت جنک بایی بده الا در تمام دنیا بتره زامات مثل امیر ارسلان تی گیرانه ته علاوه بهشان دکتر هم تی عاشق امیر ارسلان هستی جنگ پاپاشای هم با آیه بلی در 1 دمی ای لشکره چه دیما چست کن پادشاه ساعت فکر کد امیرانی عرض کو قربان به جز عرایزش شمس وزیر چاره دیگه نیستین این هم وسیله هستین که جانب خدا در این وقت تنگ که دشمن مثل پاپاشاه در مقابلتی هستین چه مدد و کمک به می واسطه رسیدگی داماد مثل امیر ارسلان که به شما پیدا بیته منتهای نیستین تعریف که خون الماس خان و سام خان تی پایمال ببی چه خون خواهی آهانی به شما را چه رسید پدا هم مملکت روم گو شما یکی بیته اگرچه 2 سردار نامی شما کشک بیته در عوض هم چوشین خدمت کتگی پپاروکلکا که جنگ دیوان نجاتی داده مصلحت ای هسته که شما هم در مصلحت همه بر رضای خاطر ملکه با آیا بدهی کلمدانی وجه لوٹه در جواب امیر ارسلان لکه فرزند عزیزو نوشته شما و شمس وزیر رسین تا نزانو پچه زبانی در این تمام که مرحمتان تایگا ما شکر بکنم تی شکرا که تشکر بکنم چطور عذرا این تمام زحمتان تایگا هما پیما که پر رخ لکا چه این تمام بلاه و مصیبتان تو نجات داده ما هم بر رسم کنیزی مولدی ترا داده و به سبب آئی که نجات منی چوکه عزیزه و تو هم چطه غلامان زانو البته به زیدتی هرچی زیدتر بیای که به جان منتظر قدم شریف شما هستم به جان و دل شیعه چنان منتظر در ره شوق که اگر زود بیایی دیر است و سلام جواب کاغذ پارکلکای هم لکه به شمس وزیر داد وجه یک قصه شما ده همده گوش بداری باز منی کنه ها باند شبان توکری جنه این شکلی حالات کنه باند شب کرش ما چیه کنه چارون کجا این باره کم که چارونی واجه هم نه ایشی وانو من که چارون رو وانک بی چونده دیگه پشم وانو سینزه دکتی وجه کجا رسنو شمس وزیر هما شبانه چه بارگاه در نار سوار مرکب بی به طرف اردو امیر ارسلان روان بید رب دم به اردو امیر ارسلان رسید وقت صبح بیتا که امیر ارسلان ما بارگاه نشتگا و می نوشگا و امیران شهر لالگا خبر کنگا که سر و کله شمس وزیر چه در بارگاه ظاهر بید در برابر تعظیم کو تو امیر ارسلان چه جاگه پا داد ای بغلا گرفت و پیشانی چوکه تو گوشتی پدر چه پادشاه چه خبر داره چه خبر است شمس وزیر گوشت به خدمت پادشاه رفتم و نامان و هم داد و جواب هم گرفت در کمال مهربانی و خوبی راضیم که ملکه به منت شما
بدنته و منتی به شما بدم. در 4 سال شب و روز چه جدای ملکه ما گریوه سیاه پوش بیته پاپاشا پرنگی هم به خونخواهی امیر هوشنگ لشکری کشیده بود که در این مدت هر روز جنگ کنگ پوترشا هم کم نمانده که محاصره ببی. همه که امیر ارسلان یه خبر اشکتا خوشحال بید. گوشتی وزیر جنگ پاپاشای مهم نه، با خواست خدا یک روچه سپاه آیگا ما پراکنده کنو انشاءالله. نامه پچکو وانتی بچه‌های دست شمس وزیر گفت به حرم رفتم. شمس وزیر نامه پادشاهم به ملکه داد و همه که چم پارولکای بچه 4 سال به نامه مورای پتا کبت وشی نعره جد چیخ جتی بیوش بید. امیر ارسلان سر به دامنا گفت و گلابی به دیما چون ماهین جت به هوشا آورتی. ملکه نامه واند به امیر ارسلان گوشت قربان به من گشته چه تا جدایی پت ما تو دیگه نیستیم، بفرمای سپاه بری حرکت کن. و امیر ارسلان در هما ساعت دستور حرکتی دا لشکر چو دریا موج جنان بیت و به دم بارگاه اساسه و تمام اشترانشی کوهانه بار کتا ماسه منزلی هیچ جا توقف نکد. روچ 4 روچ همه که روچ خاور به امر ملک داور سرچ کوها مشتک که دنا کشتگا دنیای وش چوتی نورا منور کتگا روشنی کتگت وشی صبح دم که آفتاب نورانی برگرفت این حجاب ظلمانی گلوی آهرمن زهم بدرید قوت بازو سلیمانی. 2 سپاه پادشاه و پاپاشا در برابر هم صف و جدال و قتال کشتگه که چه بیابان وشی گردها که جوهان با پلکا با آسمان چس بیت گوات همه گردها کن به دور اطراپا ترینگه به حیاتا دامون گرد و حاک چس بیت چاک چهر نیمگا وجه حاک چس بیوشد چهره آنچنان گواری رخساره نمود شهریاری. علامت سپاه امیر ارسلان ظاهر بید. پاپاشا حیران بید که این چه لشکری هستن که صدای کوس و کرنا تبل و ڈول با پلکا با آسمان چسبیده. چه برک اسلحه دلیران چم 2 سپاه وشی حیران تن و روک لگتن چارگاه و حیران چارته که 70 علم به نشانه 70,000 نمودار بید. در دیما پیشا پیش علم اجدیا پیکری که پیدا کتن در سایه علم چم 2 سپاه بر نوجوان دلاوری کپ که سر تا پاد گرک دریای آهن و پولاد و مرکب سر تک پولاد رگیا سوار هستی مایگین پوترشاه زاند که امیر ارسلان هستی. ورسی نکارا خانه شادی به نوازش در بیاین که ساز بدنم به امیر ارسلان رسید. امیر ارسلان گوشت در یک طرف میدان سپاهی وتی سب کشه. به شمس وزیر گوشت تو ملکه ابو کنیزان چه دروازه دیگه داخل شهر بکن. در حرم پترشاه به دستا آی ماتگا بده و وتی ها انگه چه گرد راه نرستگا تازیانه وشی سوم خام به کپل وتی اسپه گوشی آشنایی کو به میدان درد
هنچه اوشی یا میدان نبرد بجای آرد که احسنت چه دل دوست و دشمن درد. پس چایی جلوه کشد و اشتاد و نعره جد که ای پاپاشا کشنده تی چوکه امیر هوشنگ منو چه جان پترشاه تو چه لوٹه. اگر مردی داره مردی هستین دم بده به میدانا تا سر آیگا هم به تو هدیه بکنم تا سر و پادان آیه به تو بدم هدیه کنم. یکی چه امیران که سک رشیدت و سک دوست پاپاشای برابر پاپاشای تعظیمی کد احترامی کو اجازه گپ به میدان درد. سر رای به امیر ارسلان گپ جوانی دیدی که چه به خلقت آدم انگه چون نظیر به دنیا نیت که گوشتی ای خیره سر تو که گم پوتشاه چه دوستی ترها که به امداد آیه تو اتکه. امیر ارسلان گوشت بس که حرام زاده ترا چه آکه قدم به میدان نر شیرانی بله. منو ملک ارسلان بن ملک شاه رومی کشوک دیوانی و جادوگرانی به هم جنوک خاک پریزاد و کشنده امیر هوشنگ داماد پترشاه در این مدت در خاک پریزاد من بیتگم و الا خاک در خاک سرت پاپاشام کتگد و آیه چهد آک لشکر با پترشاه بکشی حال اتکبم سزای آیگا دست دلا دونی که امیر گوشت ای حرامزاده تو شاهزاده میں امیر هوشنگ تو کشته بوش که تی ماتا با تی پرسا بننده دستی به زحما بو که زحما آبدارین برد که حواله سر امیر ارسلانی بکن نامدار دست اوشی با قبضه زهم زمرد نگار برد هما طور دستی که چس کتگه هنچین اوشی زهمی با چیر بگلا جتی که سرو دستی به هوایا چس بیتن 10 قدم دورتر کپتا. مرد دیگه طلبی کو دیگری یاد پرستی نداد هنچوشی با سیرین جتی دونیمی کو یک دیگه یاد پسری جا وات اسپا 4 تکی کو یکی دیگه هر کسا در زورا 20 تن 20 نفر چه بهترین شجاعان جنگجوان تومه وتی زخمی کدن. صدای داد چه دل پترشاه صدای آفرین چه دل پترشاه درد و سپای صدا به چرخ برین اوشی رسید چه نهاد پاپاشا درد وط به میدان درد. سر رای به امیر ارسلان گپ همه که چم با آبتا و جمال امیر ارسلان کپ پشتی اوشی لرزد فریادی کو جوان مادر به خطا تو که 20 نفر چمانی مسترین امیران دلیرینا و طاقت ورینا به یک طرفتل عین به یک لحظه تو کشتن بوشت که تی معاتبتی پرسا بنندینو. امیر ارسلان گوشت بیا که ترا من لوٹوں منو امیر جیتی ستان امیر ارسلان بن ملک شاه داماد پترشاه کشنده امیر هوشنگ چه نهاد پاپاشا درد گوشتی مادر بخدا توی که فرزند نوجوان منی تو کشت کجا بیتگه بیا که من ترا لوٹوں. اوشی برگ تیگ چه ظلمتا گلاپا کشیتی امیر ارسلان حمله کد بگه چه دست من. امیر ارسلان سپر به سرا کشید که پاپاشا چا سر میدان های کنان های گوشان عربده و چیخ جنان رسید تیکی به حواله سر مردانه امیر ارسلان نامدار کد که شیر پیشه شجاعت سپر به موره پشت وتی منزل دا 50 پلنگ آسای مردانه آیی دراج کد در میان زمین و آسمان بند دست پاپاشای گپتی یک کم که پشاری داد 5 لنکوک آیه انگوشتان چو 5 خیار تر راست اشتادن زم چه همایی پنچه
لاله میشی پنچه لمکان خون چای لمکان چه درد در هما گرمی همایوتی زم پامایوتی سراجتی مما و تو مرکب آگه 4 قسمتی کو 4 پاره کن. صدای احسن چه دل پادشاه و امیران چسبی چه طرز زهم جنگا و جنگ کنگا امیر ارسلانه حس کد که امیر ارسلان گو هما زهما که دست به سپاه پاپاشای کشی حمله که پادشاه گوشت جماعت پرچه اوشتادگه در سپاه 2 سپاه کینه جو من جا درد کن ما قلب هم جده امیر ارسلان به هر طرف دیمی کد کشته پشته کد ده اسورا سپاه پاپاشای تاب مقامت نیاورد دیم په تچگا داد او تد که هزیمت امیر ارسلان دا 1 پرسک آهن دنبالی کد بعد بازگشت کد ترتن لشکر پادشاه ما اردو و پاپاشای رد کن مال و غنیمت بازین به دست آوردن به دست آورد واجه جمع کتن واجه همه حلاسی واجه دست آوردن واجه فصل 21 حلاسی فصل 22 واجه هم ایشی انشالله باند شب الله تعالی سلامتی بیاری او 687 کتاب کل واجه 708 صفحه باند شما بگیری من وانو 691 کا 91 باند شروع بی 691 91 سب کن 9 ادا 8 بودا 8 و 9 17 ورق دیگه هستیم واجه کتاب خلاص بی سلامت باتی الله مهره الله حافظ شب شما درو با شما ها به راحتی بره بوابسه الله مهره الله